سلام علیکم، من زهرالملوکم و اینجا کانال شهر فرنگه. داستان امروز در مورد مازیار، خواننده قدیمی و خوش صدای قبل از انقلابه. کسی که از بچگی رویای خواننده شدن داشت و خیلی زود هم به آرزوش رسید. پس لطفاً تا پایان این ویدیو با من همراه باشین. شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، خوب تماشا کن، شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن. اسم اصلی مازیار تو شناسنامه‌اش عبدالرضا کیانی نژاد بود. اون اول تیر ماه سال 1331 تو بابل به دنیا اومد. از همون دوران کودکی به خوانندگی علاقه داشت. یه دانش آموز 9 ساله دبستانی بود که به دوستاش میگفت شک نکنید من یه روز خواننده معروفی میشم. چند سال بعد نوجوان که بود تو یکی از اردوهای رامسر شرکت میکنه که استاد محمد نوری داور این مسابقه میشه. مازیار با صدای گیرا و گرمش میتونه تو این مسابقه رتبه اول تو کل کشور رو به دست بیاره. زنده‌یاد نوری درباره اولین دیدارش با مازیار تو این مسابقه گفته بود زمانی که مازیار سن کمی داشت تونست از من رتبه خوبی بگیره. با اینکه مدرسه صدا نرفته بود ولی صداش لطافت و ظرافت‌هایی داشت که اونو بسیار دوست داشتنی میکرد. این مسابقه اولین سکوی پرتاب و مقدمه سفر مازیار از بابل به تهران میشه. اون زمان برای یه پسر 16 ساله تهران تنها جایی بود که میتونست به رویای خوانندگی و دیده شدنش تحقق ببخشه. ولی تهران فقط یه وسیله بود. وسیله‌ای که عبدالرضا کیانی نژاد رو با کمال افتخار به استاد موسیقی ایران جهانبخش پاسوکی بزرگ برسونه. اون که به صورت تصادفی توی یکی از اجراهای این خواننده گمنام حضور داشت، با شنیدن صدای این نوجوان بهش پیشنهاد همکاری میده و نام هنری مازیار رو هم براش انتخاب میکنه. اولین همکاری مازیار با استاد پاسوکی آهنگی بود به اسم آرزوهای فردا که با استقبال زیادی مواجه شد. یه خواننده پاپ باید خیلی خوششانس باشه که با استاد پاسوکی همکاری کنه. از اونجا که این استاد بزرگ هر زمان که با هر کدوم از خواننده ها همکاری میکرد اون آثار تبدیل به جاودانه های موسیقی ایرانی میشدن. مازیارم علاوه بر آرزوهای فردا شاهکارهای ماهیگیر و کبوتر رو هم از ساخته های استاد پاسوکی اجرا کرد که به بهترین آثار کارنامه‌اش تبدیل شدن. استاد پاسوکی در مورد مازیار گفته بود تو اولین برخوردی که با مازیار داشتم فهمیدم صدای بسیار پخته، قوی و پرتحلیلی داره و میتونه صدای تازه و فرم جدیدی رو تو خوانندگی ارائه بده. اگر در مورد صدای مازیار بخوام حرفی بزنم باید بگم صداش صدای خود مازیار بود. اوج صدای خوبی داشت، یعنی نه اونطور بود که فریاد و گوش خراش بشه، نه اونطور که صدای پایینی داشته باشه. حالا دیگه مازیار یه خواننده شناخته شده بود. بابک بیات، محمد شمس، عماد رام، ناصر چشم‌آذر، تورج شعبانخانی از جمله اساتیدی بودن که مازیار تو ادامه فعالیت‌های هنریش فرصتی پیدا کرد که با اونها همکاری کنه. مازیار صدای خاص خودش رو داشت. انعطاف صداش باعث شده بود که هم تو اجرای نوت‌های پایین موفق عمل کنه و هم تو اوج. یکی از مهمترین نکاتی که اونو از بعضی خواننده‌های پاپ دوران خودش متمایز می‌کرد، آشناییش با موسیقی و ردیف‌های ایرانی و همچنین موسیقی مقامی مازندران بود. و از طرفی غم پنهان توی صداش فضای کاریش رو بیشتر به موسیقی ایرانی نزدیک می‌کرد. تحریرهای منحصر به فردش و تلفیق گوشه‌های موسیقی ایرانی و موسیقی پاپ جنس کارهاش رو از بسیاری از خواننده‌های دیگه متمایز می‌کرد. کارنامه هنری اون شاید از نظر کمی نسبت به دیگر خواننده‌های اون زمان پایین‌تر باشه، ولی هیچ چیز از کیفیت کم نداره و میتونیم تمام قد از کارنامه این خواننده بزرگ دفاع بکنیم. کافیه به یکی از شاهکارهاش یعنی ایران ایران گوش بکنیم. تو اون زمان مازیار تنها 26 ساله بود، ولی پختگی رو تو صدای گرم و اجرای مسلط و گیراش به خوبی میتونیم حس کنیم. ولی پیروزی انقلاب توقف کامل موسیقی رو با خودش به همراه داشت. همسر مازیار افسانه سوهایی بود که تو سال 57 با مازیار آشنا شده بود. مازیار شناختی از افسانه نداشت،
اما افسانه از طریق رادیو و تلویزیون آثار اون رو شنیده بود و دیده بود و مازیار خواننده مورد علاقش بود. مازیار تا سال 57 به عنوان یک خواننده مطرح فعالیت داشت و تو سال 58 از فعالیتش کاسته شد. از سال 59 بدون دلیل مشخصی کاملا به حاشیه رفت و حتی ترانه‌ای به اسم شهید که بعد از انقلاب 57 با آهنگسازی بابک بیات که برای شهیدای ایران خونده بود هم برگ برنده اون نشد. اون با وجود فراهم بودن شرایط برای اقامت تو خارج از ایران مایل به مهاجرت نبود. اون معتقد بود که تمام ترانه‌هایی رو که قبل از انقلاب 57 ایران اجرا کرده ارزشمند و قابل دفاع هستند. به همین خاطر لزومی برای ترک کشور نمیدید. ولی فضا با سالهای قبل خیلی تغییر کرده بود و دیگه فضایی برای ادامه کار نبود. بعد از گذشت مدتی مازیار تصمیم گرفت برای گرفتن مجوز اقدام کنه. همسرش از روزهای تلاش اون برای گرفتن مجوز میگه که اون همیشه میگفت یه روز بالاخره مجوز میگیرم. امیدواری مازیار درست بود. بالاخره تو سال 73 آلبوم گل گندم با صدای اون منتشر میشه. ولی این فقط ظاهر ماجرا بود. همسر مازیار درباره نحوه انتشار این آلبوم میگه تو همون روزایی که همسرم مراجعات بی‌نتیجه و مکرری به ارشاد برای اخذ مجوز داشت، فردی به اسم منطقی که سابقه آشنایی با همسرم داشت به اون مراجعه کرد و ضمن اظهار تنگناهای مالی شدیدی که براش پیش اومده بود از اون خواست که کارهاش رو در اختیار اون قرار بده تا با توجه به روابطی که داره مجوز ترانه ها رو بگیره. مازیارم به خاطر تنگنای مالی اون و همچنین بی‌نتیجه بودن پیگیریاش به این درخواست پاسخ مثبت داد. چند وقت گذشت و از منطقی خبری نبود تا اینکه یه روز با کمال تعجب از بلندگویی تو پارک صدای مازیار رو شنیدم. به کیوسکی که این ترانه رو پخش می‌کرد مراجعه کردم و با حیرت زیاد کاست جدیدی دیدم با اسم گل گندم با صدای مازیار. هیچ چیز روال عادی خودش رو پیدا نکرد. مازیار بازم به ارشاد مراجعه کرد ولی فقط تونست مجوز یکی از کارهاشو بگیره. اون در حال آماده سازی کار تازه‌اش بود که تو سحرگاه 16 فروردین سال 76 و تو اوایل میانسالی زمانی که 2 ماه و نیم مونده بود تا 45 ساله بشه بر اثر سکته قلبی و مغزی درگذشت. پیکر اون رو تو امامزاده طاهر کرج دفن کردن. با اینکه بعد از مرگش توسط اطرافیانش آلبومی با نام کودک قرن روانه بازار شد و آلبوم‌های دیگری مثل ماهیگیر و آرزوی فردا هم اجازه انتشار پیدا کردند و امیدی که مازیار برای گرفتن مجوز داشت تحقق پیدا کرده بود، ولی باز هم اون چیزی نشد که باید بشه. اون تو اوج پختگی تو حیطه هنریش بود ولی نتونست به خلق شاهکارهای جدیدش ادامه بده و به جای اون عمرش رو تو پله‌های ارشاد و در تلاش برای مجوز گذروند. مجوزی که تنها با مرگشون صادر شد. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. یادتون نره که نظرتون رو زیر همین پست برای من بنویسین. این پست رو لایک بکنید و اگر تا به حال عضو کانال من نشدین دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو روشن کنید تا از پست‌های بعدی من با خبر بشین.